مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زی پر و بال خیش، لیک میلی جدا شدن از من و از پدر نداشت. مادر فرشته بود. کی گفت بال و پر نداشت؟ فرزند بود بال و پرش، خود خبر نداشت. گر داشت آگهی زی پر و بال خویش، لیک فکری جدایی از پسر و از پدر نداشت. در کودکی با مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیبی من آن لحظه زن نداشت. زر یافتم با گاهی جوانی و آن زمان جوش عشق یار سینه هوایی دیگر نداشت. در کودکی چو خواستمش هدیه برم، گرچه فقیر بود به زر هم نظر نداشت. گر بیش بود گاهی جوانی هوس به دل، گنج و گوهر گر بردمش حاجت دیگر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی به دوش بال و پر هم اگر نداشت. مادر فرشته بود. فرشته مدام هست، جز داغ و درد زندگی رنج اگر نداشت. همدردی کسی بکنم کوزی خوردیش، بگذشت از بر مادر و جز چشم تر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقاً فرشته بود، حتی به دوش بال و پر هم اگر نداشت. آوردند که خداوند نکهت از گل، نوش از انگبین، گرمی از آفتاب، تراوت از باران، بارندگی از ابر، شکوه از آسمان و خوش الهامی از عندلیب را قطره قطره جمع آورد و زن را آفرید تا جهان را روشن و انسانیت را خوشبخت گرداند. داشتن مادر برای هر یک انسان خود عید است. امروز نیز ما اهل ایجاد برنامه انگوبین با یک قطار اشتراکچیان فعال برنامه در اینجا جمع آمده ایم که در اطراف عید مادران و خلاص بزرگی زن مادر سخنرانی نماییم. برای باز هم فراغت بخشیدن به برنامه ما میخواهیم که ابراهیم رستم، یکی از فعالترین اشتراکچیان برنامه من، با آواز زنده یک سرود زیبایی را در وصف مادر زمزمه نماید. مرحمت تماشا کنید.
زن مربی انسان است، ولی نه مربی یا معلمی که فقط سخن میگوید، بلکه او تمام خصلت‌های نکوترین انسانی را به کودکان به طرز طبیعی انتقال می‌دهد. زن مادر خود شخصی فرهنگساز و تربیتگر است و اگر او از واقعه و حادثه های جامعه باخبر باشد، میتواند فرزندان، عائله، پیوندان و حتی تمام جامعه را به راه درست هدایت نماید و اهل جامعه محض با تشبث زن میتوانند تربیت خوب بگیرند و به سوی جامعه پیشرفت قدم نهند. تماشابینان عزیز، چنانی که هر یک شما شاهد هستید، در برنامه انگوبین زیاده از 50 نفر کودکان صاحب استعداد اشتراک نمودند و این از آن درک می‌دهد که در کشور ما مادرانی که با فرهنگ و صاحب استعداد و پرهنرند زیاد هستند و چون مادر خود شخصی بزرگ است، ما می‌خواهیم برنامه را با نام مادر، با شعر در وصف مادر و با سخن مادر آغاز نماییم. امروز کدام روز است؟ عید مادران. آفرین. انا اکنون کی میخواهد اولین سوده درباره مادر سخن گوید؟ آفرین به شما هر یک شما میخواهید. خب صبرینا جان، مرحمت به نزد ما آیید. خب صبرینا جان، شما چی گفتن میخواهید درباره مادر؟ من میخوام که درباره مادر شعر گویم. خب مرحمت. در بهاران عید مادر می شود، دیده و دل ها منور می شود. حسن ناتکرار فصل نوبهار با نگاه زن برابر می شود. از فروغ چشم مادرهای ما تاجیکستان همچو اختر می شود. از همین مادر به دنیا رهنما بس بزرگانی دلاور می شود. بهر فرزند عالمی بختی بلند با دعای دست مادر می شود. در رای تصویر حسن مادران جمله فرزندش سخنور می شود. آفرین. خب اگر یگان گفتنی داشته باشید مرحمت، درباره مادر یگان سخن گفتن میتوانید؟ بله. مرحمت. عید بهار، عید مادر و بانوان، عید هشتمی مر مبارک باد. سرور من اپای فرناز جان شما را و اما جانم را و مادر و اپای نظیره جان و مربیم را و تمامی بانوان و مادران اپا و خواهرانی تاجیکستان را به این روز فرخندهشان مبارکباد میگویم. برایتان خوشبختی، برباری و در همه اقدام و تشبساتتان موفقیت‌ها تمنا دارم. خب تشکر زیاد. تماشابینان عزیز، باوری داریم که تمنیات صبرینا بهرتان پسند آمد. اکنون صبرینا جان، شما مرحمت به جای خود گذارید. خب مرحمت، مصطفی به نزد ما آید. تماشابینان عزیز، مصطفی برادر خردی زکریا می باشد که آنها یک جای در برنامه انگوبین اشتراک نموده بودند و مهارت خود را برای ما و شما پیشنهاد کردند. اینک بیاید میبینیم که مصطفی خردکک در وصف مادران چی گفتن میخواهد. مرحمت مصطفی. من میخوام برای مادران یک شعر گویم. خب مرحمت، شما نیز از شعر آغاز کردن میخواهید، همین طور نه؟ بنورش گرچین خورشید خواهم فرا گیرد جهان را سراسر نمیگردد ولیکن آن برابر با این پرقوتی و با مهر مادر. فقط مادر به هر گرمی و سرما همیشه بر سر گوهر ما نکرده میشه ته بنشسته شبها. کلام کرد او چو جان بگرفته در بر ورا خواند او به خود جان و جگربند. اگر خار خلد به پای فرزند دلی مادر شود معزوم مقرر. از برای فکر یادی پر امیدش برای امتی موی سفیدش به
جانم خدمت و حرمت کنیدش، نباشد تا که چشمش هیچ گهتا. خب مصطفی جان مرحمت به جای خود گذارید. واقعا هم زن مادر شخصی بزرگ است و هر قدری که ستایشش نکنیم، هر قدری که وصفش نکنیم کم است. زین رو شعرهای ایجاد نموده شاعران و نویسندگان نیز در وصف مادر بشمارند. از این رو بیایید یکی از اشتراکیان دیگری برنامه رو به اینجا دعوت میکنیم و میبینیم که او چه گفتنی ها دارد. کنی کی اشتراک کردن میخواهد باز؟ خلیل الله مرحمت، شما به نزد ما آیید. خب خلیل الله شما چه گفتن میخواهید درباره مادر؟ شعر میدونید؟ بله. مرحمت. مادری غمگساری من، شودی روزگاری، قوتی من، مداری من، باغی من و بهار. مادری غمگساری من، صدقه شوم به نام، لایق احترامی تو، مقصدی تو مرامی تو، مقصدی من مرامی من. مادری غمگساری شمع و چراغ خانه، شادی این زمانه، بیت خوشی ترانه، برای من یگانه، مادری غمگساری من. آفرین. خب مرحمت به جای خود گذارید. آبروی اهل دین از خاک پای مادر است. هرچی دارند این جماعت از دعای مادر است. آنچه در وصف بهشت فرمود قرآن کریم، صاحبی قرآن بگفتا پیش پای مادر است. با چنین سخنها یکی از فعالترین اشتراکچیان برنامه من را برای صحنه دعوت میکنیم تا سخن و شعرهای خود را در وصف مادر ابراز دارد. خب کامران مرحمت به نزد ما آید. کامران شما برای مادران چه هدیه دارید؟ من شعر و سخنهای زیاد تیار کردم. خوب مرحمت. مادران عزیز با دقت باشید، زیرا کامران نوروز برای شما شعر و سخنهای پرمضمون آماده کرده است. باوری دارم که به هر یکی شما پسند می آید. مرحمت کامران. الله میخوندی تو شبهای دراز، بر سری گوهره پرنازی من، راحتم بود از شبی بیخوابیت. مادرا بشنو کنون آوازی من. مادر بزرگ است، بزرگی مادر در آن است که بزرگترین نعمتی دنیا، مهربان و مونس و غمخوار به حساب می رود. این شیری سفید و جانبخشی مادر است که هیچ غذا و طعم و شیرینی و طعم با او برابر نمی شود. در بهاران عیدی مادر می شود، دیده و دلها منور می شود. حسن ناتکراری فصلی نوبهار، با نگاهی زن برابر می شود. از فروغی چشم مادرهای ما، تاجیکستان همچو اختر می شود. از همین مادر به دنیا رهنما، بس بزرگانی دلاور می شود. بهر فرزند عالمی بختی بلند باشد، از دعای دستی مادر می شود. در رهی تصویری حسنی مادران، جمله فرزندش سخنور می شود. عید زیبایتان مبارک باشد مادران و خواهران عزیز. تشکر زیاد. مرحمت به جای خود گذارید. خوب انا اکنون دولت و رفاعت یکی از اشتراکچیان برنامه ما که در سال اول تصویبی برنامه انگوبین در برنامه اشتراک نموده بود، امروز بخشیده به روز مادران رفاعت با دستاویز نوی به نزد ما آمده است. رفاعت مرحمت. خب رفاعت به برنامه ما خوش آمدید. تشکر.
خب رفاعت با برنامه ما با چه دستاویز اومدید؟ یعنی برای مادران چی آماده کردید شما؟ من میخواهم که به مادران جمهوری تاجیکستان سخن گویم. خب مرحمت. مادر جان عزیز، شما را با روز مادر تبریک گفته برایتان عمری دراز و خرسندی های زیاد خواهانم. مادر چه خیلی کلمه شیرین و دلانگیز است. وقتی که ما مادر میگوییم تمام تن و روحمان را یک احساس خوب فرا میگیره که ما از آن حلاوت میبریم. آفرین. خب رفاعت باوری دارم که شما نیز شعر آماده کردید، همین طور نه؟ بله. خب مرحمت. مادر گنج قیمت است، هستیش غنیمت است. قدر مادر بداند هر کس که با همت است. از همه زیبا مادر، گنج به‌بها مادر. با این همه بزرگی استاد دانا مادر. هر سحری چو آفتاب از همه پیشتر ز خواب. چشم گشاده سوی من میکندن این چنین خطاب. روز شد عزیز جان خیز مکتب نمان. با دل شاد و پر امید میکنمت به ره روان. مادری مهربانی من، راحت جسم و جان من. تازه لباس در برم، دلکش و گرم و بسترم. صاف مثال آینه، بیغم و غصه خاطرم. مهر و نوازشت چی خوش، خنده و خواهشت چی خوش. گر یگان خطا کنم رنجش و کاهشت چی خوش. مادری مهربانی من، راحت جسم و جان من. آفرین. خب اکنون مرحمت به جای خود گذارید. تشکر زیاد. اکنون بید نوبت مجتبی رو به نزد خود دعوت میکنیم. مرحمت مجتبی چون همیشگی خرسند و خوشبخت است، همین طور نه؟ بله. اکنون میگفتید که سبب خرسندی شما در چیست؟ برای آنه که امروز روز مادران است. شما با چی دستاویز آمدید؟ برای ما چی تیار کردید؟ من شعرهای بسیار و سخن تیار کردم. مرحمت. آدم همه عمر خانه و در گوید. فرزند و زن و یار و برادر گوید. چون نان به لبش رسد اگر بی پرواز. چون جان به لبش رسد مادر گوید. سلام مادران و خواهران، امروز در تمام دنیا یکی از عیدهای بزرگ یعنی عید مادران را جشن میگیرند. من در این روز که با آمدی بهاری نازنین راست می آید، میخواهم شما مادران و خواهران را تبریک نمایم. اگر بهار با آمدی خود طبیعت را زنده گرداند، شما مادران با بزرگی خود نسل آدمیزاد را ادامه میبخشید. توسنزاده بزرگ چه خوب فرموده است: زن اگر آتش نمی بود خام میمانده ما. نارسیده باده در جام میمانده ما. زن اگر ما را نمی بخشید عمری بردوام. بی تکلم بی نسب بی نام میمانده ما. مادر شما چگونه خوراک میپزند؟ هر خیل. مثلا آش، شوربا. مرحمت یگان سخن دیگر، یگان شعر دیگر داشته باشد مرحمت خوانید. میخواهم سری تعظیم پیش بزرگی شما فرود دارم برای آنه که امروز شما مادران آموزگار، مهندس، سیاستمدار و در تمامی ساحه‌های دیگر در برابر مردان زحمت نکشید. باز وقت یافته ما کودکان و نورسان را در روحیه انسان دوستی و وطن پرستی تربیت میکنید. پس می شود که پیش بزرگی شما سری تعظیم فرود نآورد. حق بر جانب شاهد بزرگ است که گفته بود: در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است. کار دنیا همه در پیروی کار زن است. نیست جز باری خس آن بار که مردان بکشند. غم دنیای نو و کهنه همه باری زن است. بیوزد ذاتش عشقش نه همه عاشق خام. نه همه مردی خریدار سزاواری زن است. گر رود زیر زمین یا به فلک خیمه زند. هر کجا مرد بزرگ است گرفتاری زن است.
در حقیقت هم در جامعه امروزه زنها به قطار مردان در تمام ساحه‌های مختلف جامعه فعال هستند و همزمان چنانی که مجتبی قید نمود آنها می توانند در یک وقت هم به کارهای دولت و کارهای خانه و تربیت فرزندان مشغول شوند که این باز هم از آزادی زن و از پیشروی جامعه امروزه درک می دهد. خب مجتبی اگر یگان سخن دیگر داشته باشید مرحمت. مادرانی عزیز و خواهران گرامی، بگذار همیشه چون گلهای بهاری آرادهنده حیات ما باشید. من شما را به نهایت دوست می دارم مادرانی عزیز. باز می خواهم یک شعری با معلمم میرک و ایجاد کردم برای بیبی جانم و مادر عزیزم آن را ببخشم. خب مرحمت. مادرم امشب دوباره من هوایت کرده ام، من هوایی قصه ها و خنده هایت کرده ام. مادرم دلتنگان آهنگ لالای تو ام، مادرم تا ابد خاکی کفی پای تو ام. شانه های مادری من تکیهگاه های من است، او امیدی هر شب و هر صبح فردای من است. مادرم وقتی نباشد راه باریک است و بس، مادرم وقتی نباشد شهر تاریک است و بس. مادرم از روی شادی وقتی خندان می شود، گویا شهر و کوچه ما هم چراغان می شود. مادری من قصه هایش قصه پیغمبری است، مادری من حرفهایش درس های زندگی است. مادر آره بهترین موجود بحری آدم است، مادرم در خانه ناید خانه زندانی غم است. تو تصور کن که یک شب مادرت زینجا رود، اوزی پیشت چند شب را از زمین حالا رود. تو تصور کن که یک شب به روح او سرشوی یا خدا ناخواسته یک شب فارغ از مادر شوی. مادر آره بهترین موجود بحری آدم است، مادرم در خانه ناید خانه زندانی غم است. زیر پای مادران آره بهشتی کبریاست، چون رضای خالق ما در رضای او رضاست. ثروت و مال و متاع من فدای مادر است، در بی صوتم هرچی دارم از دعای مادر است. مادرم امشب سفر کردی و من تنها شدم، مادرم امشب سفر کردی و من تنها شدم. گویی با یک عالمی در دی زمان یک جا شدم. مادرم محتاجی دیداری روح شادی تو هم، مادرم ترکم مکن انگار معتادی تو هم. امشب به روی تو پر آه و دردم مادرم، پس بیا تا عمر خود گردت بگردم مادرم. مادرم از اخم تو آره پریشان می شوم، مادرم از خندت من شاد و خندان می شوم. هر شب از راه می آیم او مرا بو می کند، بوسه بر صورت و همچشم و ابرو می کند. مادری من کنج شالش را نشانی می کند، مادری من کنج شالش را نشانی می کند. او برایم پیسته و بادام مهربانی می کند، او گیلاسی چای من را با محبت می دهد. بعد از آن درسی وطن را با شهامت می دهد. او تلاوت می کند هر روز و شب بعدی نماز، صبح وقت دارد با خدایش راز و نیاز. قلب پاکی مادری من وحچی صاف و ساده است، او دو دستش بر دعا هر شب سری سجاده است. او اگر با من نباشد سخت ویران می شوم، همچو مجنون
راهی دشت و بیابان میشوم. ای خدا جان، زنده باشد تا کی باشم مادرم. پس مگیر از من تو این بال و پرم. ای تو رحمان و رحیم و سامع و ذاتی بصیر. هر کسی را مادر دادی، از او واپس مگیر. از بهشتی کم نما عمر برای مادرش، تا که او زنده باشد سایه و بال و پرش. ای خدا جان، هرگز نآید این غمت اندر برم. کور گردم تا نبینم روزی مرگی مادرم. خب تماشابینان عزیز، باوری کامل دارم که غزل آماده نموده مجتبی بهر شما پسند آمد، زیرا آن زیاده از 100 مصرع را تشکیل میداد. خب مجتبی، تشکر زیاد، مرحمت به جای خود گذارید. برای نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما این زمان برنامه دانه انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده ایستادید و این نوبت فرصت آن رسیده است که ما یکی از اشتراکچیان دیگری برنامه را برای صحنه دعوت کنیم. مرحمت محمد جان، به نزد ما آیید. محمد جان، شما برای مادران چی آماده کردید؟ شعرها و سخنها. خیلی خوب. سرود چی؟ بله. مرحمت، بیاید زود یک شعر و سخنهایتان را گویید، پس آن سرود شما را یک جای گوش میکنیم. همین طور بچه ها؟ مرحمت. ای مادری زیبایی چکم پوش، امروز تو را بگیرم آغوش. دامانی پر از گل از بهار است، دنیای مرا نموده گل پوش. من تمام مادران دنیا را با ایدشان تبریک گفته، از جمله مادر جان و بیبی جان خودم را تبریک با آنها سلامتی میخواهم. خیلی خوب. تمام مادران دنیا محمد جان به شما سلامتی میخواهد. همه شما را چیکار میکند؟ دوست میدارد ها؟ بله. اگر شما باز یگان شعر دیگر دانید مرحمت. مادر کسی بهیمت باشد، دیداری شریف او غنیمت باشد. از مخزن پند آن بگیر ارزانی، فردا چه کنی که گنج قیمت باشد. آفرین. کنی یک قرصک بلند میزنیم. اکنون بیاید یک جای تماشابینان عزیز سرود محمد جان را گوش میکنیم. مرحمت محمد جان.
دل شدم من دوست تو را دارم تو هستی و من هستم من هستم و تو هستی تو هستی و من هستم من هستم و تو هستی تو هستم و تو هستی من دوست تو را دارم تو هستم و تو هستی من دوست تو را دارم یا مادر غم خورم و دولتی بدارم یا مادر غم خورم و دولتی بدارم خورسندم و دل شدم من دوست تو را دارم خورسندم و دل شدم من دوست تو را دارم خورسندم و دل شدم من دوست تو را دارم من دوست تو را دارم خوب تماشاچیان عزیز، اکنون نوبت به زحل رسید. زحل جان مرحمت به نزد ما آید. زحل کمی شرم می‌دارد. زحل جان شما چی گفتن می‌خواهید؟ برای مادران چی آماده کردید؟ من میخواهم یک شعر در وصف مادر قرائت کنم مرحمت. ایا مادر تو شعری بهترینی من تو عطری یاسمینی من تو ماهی نازنینی من خدایی در زمینی من ایا مادر فدایت من بهاری مژده‌آرم تو زی خوبی یادگارم تو امیدی روزگارم تو خوشی‌هایی برارم تو ایا مادر فدایت من بمیرم من برای تو نه آید کس بجایی تو همه دنیا نمی ارزد بگردی خاکی پایی تو ایا مادر فدایت من سر و سامانی من مادر بلاگردانی من مادر بدارایی و ناکامی به جانم جانی من مادر ایا مادر فدایت من میخواهم یک سخن برای مادران گویم مرحمت. محترم مادران اپاها خواهران و جمله بانوانی مردم تاجیکستان شما را از تمام قلب با این روز شرف که عید مادران در جهان مشهور است تبریک گفته به شما پیش از همه تن صحت خانه آباد برکت کار ثروتی به اندازه و تمام خوشی های زندگی را تمنا می نمویم ایا مادر بهشتی من تویی تو کتابی سرنوشتی من تویی تو بینای از سخنگر ساختم من نخستین پای خشتی من تویی تو روز مادران مبارک بانوان عزیز. تشکری زیاد. خوب اکنون مرحمت به جای خود گذارید. اسماعیل جان شما باشید به نزد ما آید. آفرین. اسماعیل جان امروز چقدر زیبا شده است. با فکرم که حتما برای مادران یگان تمنیات بهترین دارد ها؟ مادام که اینقدر زیبا شده باشد. خب تماشاچیان عزیز بیاید یک جای از سخنهای اسماعیل جان را گوش میکنیم. مرحمت اسماعیل جان. تا در حق ما دعای مادر نشود در زندگی راه ما معطر نشود یک عمر اگر خدمتی او را بکنیم بر یک شبه خدمتش برابر نشود فرشته های آسمانی در مقابل خوبی های تو سرخم خواهند کرد زیرا تو یکی از آنهایی
مادر که همیشه فکر بچه هاش رو در سر دارد و من خیلی خوشبختم که چنین مادر دارم. ای آفتاب برای من بهترین صدای زندگی، برای من تپش قلب توست مادر جان. ای آفتاب نازنین زندگی، همیشه درخشان بمان. روزی عیدت را از صمیم جان برای تبریک میگویم. دوست داشتم تا ابد. عیدت مبارک مادر جان. ای مادری جان، ای خوشترز جان، در روز عیدت شعری مرا خوان. عیدت مبارک، عیدت مبارک، با نور رویت نوروز من تو، در روی عالم دلسوز من تو. عیدت مبارک، عیدت مبارک. آفرین. کنی خرسکای شما. خب مرحمت به جای خود گذارید. اکنون ما یکی از دیگر شیرکشانمان را دعوت میکنیم. محمد مولوی به نزد ما آید. تماشاچیان عزیز، اگر شما در خاطر داشته باشید محمد مولوی به مثل پروفسوران سخن میراند، خب این زمان بیاید میبینیم که پروفسور خردکه که ما برای برنامه چی آماده کرده است. مرحمت. خب شما با چی دستاویز آمدید؟ برای مادران چی آماده کردید؟ برای مادران شعر سخنهای زیاد آماده کردم. خب مرحمت. به عالم از همه والاست مادر، چراغ زندگی این ماست مادر. باز سخن میگم. خب مرحمت. مادر گرانبهاترین دارایی می باشد که را با هیچ چیز دنیا مقایسه کردن نمیتوانیم. واقعا هم لحظه مادر داشتن بهترین نعمت است. مادر برای یک فرزند از فرزند خویش مال و پول دنیا طلب نمی کند. برعکس تمامی هست خود را برای ما صرف میکند تا در زندگی لحظه تنها نمانیم. خوشحالی او در خوشحالی ما و کامیابی او در کامیابی ما. باز شعر. خب مرحمت. ایا مادر شنیدم پیر گشتی، برای بچه دلگیر گشتی. مرا تقدیر بیرون از وطن کرد، تو غم بیمار این تقدیر گشتی. ببخشا مادرا خوابت ندادم، شبی تاریک مهتابت ندادم. ز دستی من غمی دنیا کشیدی، ولی من کاسه ای آبت ندادم. تو چشمی مادرم بیدار باشد، دلش از بحر من بیمار باشد. خدایا مادری جانم نگهدار، که او را آرزو دیدار باشد. تشکر زیاد. باز یک شعر دیگر میخواهم. باز یک شعر دیگر. مرحمت. من توانم صورتی مادر کشم، صورتی مادر به خطی زر کشم. من توانم چشم روی موی با هزاران رنگ زیباتر کشم. لیک حیرانم که مهری مادری، من چون بر لوحه دفتر کشم. پس شباهت دارد آن با نور مه، من ولو با شعله خاور کشم. آفرین. کنی بیاید یک قرصکی بلند زنیم. امیدوارم که سخن و شعرهای شما به انجام رسیدند. ها؟ آفرین. مرحمت به جای خود گذارید. تماشاچیان عزیز، این زمان ما میخواهیم تا برای صحنه برنامه‌مان محمد جان نوروز را به صحنه میخوانیم. مرحمت محمد جان. کنی یک قرصکی بلند. شما چی گفتن میخواهید؟ یک چند شعر آماده کردم و یک چند سخن. مرحمت محمد جان. قدری مادر گر بدانی، صاحبی دولت شوی. خاک پایش گر ببوسی، داخلی جنت شوی. مادران ارزنده همه گونه احترام و دوستداری اند، زیرا مادران مهربان ترین انسان‌های عالمند و فرزندان را در همه حالت دستگیرند و دلسوز و بخشندند. نوازش دستان مادر بهترین استراحت است برای فرزندان.
او کیست که نور دیده و تاجی سر است؟ مادر است او، مادر است او، مادر است. این دیزه بایتون مبارک و جستپای باشد. مادرانی عزیز و مهربان. آفرین. من میخوام یک شعر برای بزرگی مادران قرائت کنم. مرحمت. بیغمی ای مادران را من تمنا میکنم، چون که با مادر همیشه قدر پیدا میکنم. مادرم این گوهری نایاب در جان جهان، تا که هستم مهر پاکش را به دل جا میکنم. گر ندانم قدر او را نیستم فرزند خوب، گر ندانم قدر او را نیستم فرزند خوب. قدر مادر را بدانم شکر دنیا میکنم. لحظه که دور باشم از کنارش غمگینم، باز بینم روی مادر ترک غمها میکنم. راه رو کردم ما را با رنجهایی به حساب، هرچی میخواهد کنون بهرش مهیا میکنم. با دعایش مشکل آسان میشود، بهر همه با دعایش شعر و بیتی تازه انشا میکنم. من نمیخواهم که کوتاه باد عمر مادرم، من نمیخواهم که کوتاه باد عمر مادرم. در نمازم از خدا این را تولا میکنم، در نمازم از خدا این را تولا میکنم. بینندگان گرامی، با فکرم این حسیات با هر یک شما شناس است، زیرا هر وقتی که ما میخواهیم شیراکچی آن را گسیل کنیم تا اینکه بجای خود نشینند، آنها باز چیزی میخواهند و این لحظه نیز محمد جان باز میخواهد که چی میخواهد؟ یک شعر دیگر قرائت کنم. باز یک شعر دیگر قرائت میکند. مرحمت تماشا میکنیم. مادرم امروز میلادی من است، لحظه های عمر بربادی من است. به حضوری مقدمت ویرانه ام، آمدی خوش آمدی مهر آبادی من است. من زمان از برای نام تو همچو شمعی زندگی افروختم، تا نگردد ننگ دنیای تو را نامه های زندگیم سوختم. مادرم امروز میلادی من است، لحظه های عمری بربادی من است. من دیگر امروز میخواهم روم تا دری خوشبختی در انتظار. روی میتابی چرا از من دیگر؟ من نمیخواهم دیگر آن شامی تار. مادرم امروز میلادی من است، لحظه های عمر بربادی من است. معذرت مادر دیگر ویرانه ام، قصه ای غم نیستم افسانه ام. در حریمی مهربانی ها دیگر مهربان یکی یک دانه ام. مادرم امروز میلادی من است، لحظه های
عمر بربادی من است. عیدتان مبارک باشد مادران و خواهران عزیز. خوب مصطفی میبینم که شما علاقه به طاقت شدید، همین طور نه؟ بیاید به نزد ما. لیکن شما نیز بسیار نخونید، میشود؟ تبریک میکنیم، شعر خود را میگویم، میرویم، همین طور نه؟ جهانی و جهان سازی تو ای زن، به هر انجام آغازی تو ای زن. هزاران راز گفتیم از نهادت، ولیکن باز هم رازی تو ای زن. مادر جانی عزیز، شما چراغ خاندان، تربیت کننده فرزند، قیمت ترین نعمتی دنیا، سرچشمه محبتی بیکنار، قیمت بلندترین شخصی بشر، گرامی ترین انسان به شمار می روید. اینچنین شما برای من زیباترین زنی دنیا، قیمتترین گوهر و پرمهرترین انسان می باشید. لطف فرمایید من شما را به این روز سعید تبریک و تهنیت گفته به شما عمری دراز، صحتی و سلامتی و تمامی خوشی های حیات را خواهانم. در شخصیت شما مادر جان تمامی مادران دنیا را نیز تبریک می نمایم. ایا مادر مبارک روز عیدت، این عمری نیک و جشنی زاد و روزت. دلم خواهد همه خوشبختی ها را کنم هدیه تو را در زاد و روزت. ایا مادر تو هستی دولتی من، تمامی تخت و تاج و سلطتی من. ایا مادر توی دارایی من، جهانی من، شکوه و شوکتی من. ایا مادر تو بخشیدی حیاتم، تو دادی ذره آبی حیاتم. مرا راه رفتن آموختی تو، نخورم پیش پا تا در حیاتم. سرودی اولینم نامه بر تو، سرودی دویمینم تحفه بر تو. غزلها می نویسم هر زمان من، تمامی این غزلها تحفه بر تو. آفرین، تشکر زیاد. مادران عزیز، تمام غزل و شعرهای برنامه انگوبین تحفه بهر شماست، همین طور نه؟ بله. آفرین. اکنون مرحمت به جای خود گذارید. تشکر زیاد. اکنون تماشابینان عزیز، فرصت آن رسیده است که سرود نوبتی را در اجرای ابراهیم رستم شنویم. مرحمت ابراهیم جان به صحنه. قشلاقی
سعادت مرحمت شما به نزد ما آید. آفرین. سعادت شما برای ایدی مادران چه آماده کردید؟ من شعر سخن آماده کردم. خیلی خوب مرحمت. مادر و فرزند یک جسمند و جان، آن یک جان آن یک آبی روان. من که از تو خویشتن را بردم گویا که از تو نیمی جان. اتصالا بخی چشمانی ترم، مادرم ای مادرم ای مادرم. خب اگر یکان شعر دیگر دانید مرحمت. با نام تو این کلام مادر، بر شیر تو احترام مادر. هر ساعت و صبح و شام مادر، با جان و دلم سلام مادر. آفرین. یک قرصکی بلند برای سعادت میزنیم. خب سعادت اگر یکان سخن داشته باشید مرحمت. از اقیانوس پرسیدند، از تو پرتلاتمتر چیست؟ گفت دلی مادر. از آفتاب پرسیدند، از تو گرمتر چیست؟ گفت دلی مادر. از کوه پرسیدند، از تو سختر و استوارتر چیست؟ گفت جسم و متانتی مادر. از چشم پرسیدند، از تو صاف و پاکتر چیست؟ گفت مهری مادر. خدایا بعد از تو بخشنده تر باز کی بوده میتواند؟ ندا آمد مادر. آفرین. واقعا هم سخنهای به نهایت پرمضمون بودند. خب اگر باز یگان شعری دیگر دارید مرحمت. مرا سر که خیزان مادرم، که سوی آب جوخان مادرم، که کرته ام بی پوشان مادرم، که چای گرم نوشان مادرم، که گل به دستی من داد مادرم، مکتبم فرستاد مادرم. مرا که گفت قابل مادرم، کیست به من جان و دل مادرم. آفرین. تشکر زیاد. بیاید یک قرصکی بلند میزنیم و سعادت را به جای خودش گسیل میکنیم. مرحمت سعادت جان به جای خود گذارید. اکنون میبینم که نوبت به عبدالبصیر رسیده است. مرحمت به نزد ما آید. از این شیره که عبدالبصیر در برنامه انگوبین رسا 1 سال گذشت و تا این دم عبدالبصیر در برنامه های ایدانه ما شرکت نمی‌ورزید و امروز باشد محض به خاطر شما بانوانی عزیز با برنامه انگوبین آمده است تا اینکه هر یک شما را تبریک و مبارک باد گوید. مرحمت بلندگویک از شما. من میخواهم از عبدالفتاح کلالی درباره مادر یک شعر قرائت نمایم. آفرین. مرحمت. من بیا گفتم برفتم سوی او، سیر بینم صورتی دلجوی او. دیدم اما مادرم به تا بود، سر به بالین مانده و در خواب بود. 4 سو ساکت بود آرام بود، صبح بود اما به چشمم شام بود. ناگهانی رد شد غوران عجب، گشت کر گوشی فلک از آن عجب. مادر از این لیک سر بالا نکرد، میجه بر هم نزد پروا نکرد. لیک آوازی مرا بشنیده او، چشم و بنموده و خندیده او. خیست از جایش به استقبال من، تا بپرسد صورتی احوال من. لیک پای وی مددگاری نکرد، قوه پیشینه اش یاری نکرد. بعد افتاد و با آوازی خزین، گفت مادر چون کلامی واپسی. من میخواهم که درباره مادر یک سخنی بهترین گویم. مادر جان عزیز، من شما را با روز به عیدتان تبریک گفته سلامتی و کامیابی ها میخواهم. بینندگان عزیز، من گفتنی هستم که جای مادر را نه فرزند نه خویش و تبار گرفتن نمیتواند، زیرا که مادر بزرگترین نعمت دنیاست. چنان که گفتن بهشت در زیر قدم پای مادران است. من میخوام که یک شعری دیگر گویم. مرحمت. سرایم شعری نو در شان مادر،
پی تلقین فرزندان مادر، با گوشی هوش بشنو ای عزیزم مشقت های بی پایان مادر. تمامی زحمتش گر یاد داری، شوی شرمنده احسان مادر. هزاران درد و رنج و محنت آید، خوری شیر از سری پیستان مادر. گهی در مات خسبی، گهی در آغوش، گهی بر دست و بر دامان مادر. اگر باره کمی رنجور گردی، برایت بر فلک افغان مادر. غباری غم فرو گیرد وجودش، شرارت پیکری لرزان مادر. همه گردد بسانی زعفران زد، گلی همچون مهی تابان مادر. زیراهی دیده خونی دل دمادم، چو باران ریزد از اشکان مادر. بود خوشبختی و نشعو نماید، یگانه مطلب و ارمان مادر. خلاصه تا کلان گردیدنی تو، شود هجرت همه امکان مادر. باز ایدتان تبریک مادر جانی عزیز. کنی بیاید اگر قرصک شما بلند باشد پس ما با عبدالبصیر اجازت میدیم که در جای خود شیند. اگر بلند نباشد پس در همینجا می ایستد تا آن زمانی که یگان تمنیاتی بهتر پیدا میکند. کنی 1 2 3. از قرصک زنی اشتراکچیان معلوم است که آنها میخواهند تا اینکه عبدالبصیر به جای خود گذشته شیند. خوب مرحمت به جای خود گذارید. آفرین. اکنون کنیم بینیم فاروق چی کار کرده میتواند. فاروق مرحمت به نزد ما آید. خوب فاروق چه آماده کردید؟ من برای مادران یک چند شعر و سخن آماده کردم. آفرین. خوب تماشابینان عزیز بیاید یک جای از شعر و سخنهای فاروق را گوش میکنیم. زن مادری من، مادری تو، مادری عام است. زن شربتی هر معرکه و کاسه جام است. بی زن چی بود؟ زندگی و زیست در عالم. زن حسنی زمین، حسنی سما، حسنی زمانش. پدر گر شعله‌ای چشمی زمان است، ولی مادر چراغی خاندان است. پدر گر دولت و گنجی زمان است، ولی مادر جهانی بیکران است. پدر گر شه ستونی زندگانی است، ولی مادر به دنیا جاودانی است. مادر برای هر یک شخص عزیز و مقدستر از همه موجوداتی روی عالم است. هرچی که در روی زمین داریم، حتی جانی عزیز خود را لازم شود تیاریم برایش فدا سازیم. در زندگانی رهبرم، در تشنگی ها کوثرم، بالی هما ان در برم، پند و تو آی مادرم. رخشنده تر از آفتاب، تابنده از ماهتاب، رخشنده تر از 100 کتاب، پند و تو آی مادرم. هر جا که باشم با من است، نور است، نوری روشن است. عقل و خیرت را
جوشن است پند و دعای مادرم. تشکری زیاد. یگان سخن داشته باشد مرحمت. مادر قیمتترین نعمتی روی دنیاست، سرچشمه محبتی بیکنار، همت بلندترین شخصی بشریت است. مست مهری بی پایان و نوازشی گرمی مادر، مرا به عالم و آدم آشنا ساخته. زحمت شبانه روزی، بیدار خوابی، پور برداری، او تنها به خودش خاص بوده، کس را به حیران می‌آورد. مادر می‌خواهد که طفلش بینوق سبزیده مددگاری دوران پیری گردد. آره، مادر مثل زمین یکتا و تنهاست. به این معنی لایق گفته است: تو مانندی زمین یکتای مادر، تو مانندی زمین تنهای مادر. زمین را هر قدر چون مال میراثی میانی هم بسا تقسیم کردم. زمین را قطعه قطعه هر قدر فرزندانی تو برای همدیگر تقدیم کردن. ولی یک روز دانستند زمین قسمت نخواهد شد. زمین و آسمان، خورشید و ماه، مثل دیلی تو، مثل مهری تو، میانی کودکان قسمت نخواهد شد. همه خورشید و مه دارند، همه با خود زمین و آسمان دارند، ولی اصلا مه و خورشید، ولی اصلا زمین و آسمان مانندی تو یکتا و تنهایند. تو مانندی زمین یکتای مادر، تو مانندی زمین تنهای مادر. تشکر زیاد. آفرین. مرحمت، به جای خود گذارید. بینندگان گرامی، این زمان ما میخواهیم اشتراکی از همه خردترین برنامه انگوبین را که در سن 3 سالگیش در برنامه ما اشتراک نموده بود به صحنه دعوت کنیم. کنی فکر کنید به فکر شما این کدامی از اشتراکچیان ما است؟ مرحمت، اصل بر نزد ما آید. کنی یک قرصک بلند برای اصل میزنیم. اصل جان، شما با چی دستاویز به برنامه ما اومدید؟ برای مادرم سرود آماده کردم. مادران عزیز، بیاید یک جای از سرود اثر خردکک را گوش میکنیم. مرحمت. آفتابم
عیدتان بهر شما فرخنده باد این فصل زیبایی بهار کو غنچه های بوستان بادا مبارک عیدتان. این فصل گل زیبنده است در این بهاری نازنین ای مادرانی جان و جان بادا مبارک عیدتان. چون روز عیدت میرسد در این بهاری نازنین ای همدمی روح و روان بادا مبارک عیدتان. کی به شما این زندگی دارد جمال و نکهت ای اخترانی آسمان بادا مبارک عیدتان. رخساره ها مانندی گل چون غنچه لب‌های شما ای گل بهارانی زمان بادا مبارک عیدتان. ای مادران و خواهران بادا مبارک عیدتان. زینت فضا ای موشان بادا مبارک عیدتان. ارزنده تر از مادر مشفق گوهر نیست. پاک است کزو گوهری پاکیزه تر نیست. در مرتبه خیش چو از اولی کبریاست این نام و این مقام نصیب بیشتر نیست. تماشابینان عزیز در چنین فضای عیدانه میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین که به عید مادران بخشیده شده بود. در آخر برنامه از نام اهل ایجاد تلویزیون بهارستان و خصوصا برنامه انگوبین به هر یک شما مادران عزیز این عید فرخنده را تبریک و مبارک باد میگوییم. عید مبارک مادران عزیز. تماشابینان عزیز در همینجا با شما نیز خیر و خوش میکنیم تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.